من شخصا خودم زمان که میخواستم فیلم بسازم و یک جای خوب مناسب برای من پیدا نمیشد که مثلا من بعضی کتابا رو پیدا کنم. بعضی کتابخانه میرفتیم، سعی میکنیم 10 جلد 5 جلد در بخش هنر کتاب داشتن، دیگه کتاب زیاد به اندازه کافی نداشتن. بهترین فیلم های دنیا در اینجا به شکل فیلمنامه تبدیل شده و این کتاب در اینجا وجود داره و در بخش نقد سینما، در بخش خود فیلمنامه نویسی، در بخش سینما و در افغانستان متاسفانه یک جای خوب برای تحقیق در قسمت سینما و فیلم وجود نداشت و کتابخانه افغان فیلم خوشبختانه یک جای خیلی خوب و مناسب است. به اینجا ما بیش از 4000 جلد کتاب داریم که بیش از زیادی از این کتاب ها را بخش هنر است، بخش هنر فرهنگ، سینما، فیلمنامه است، شعر است، فیلمنامه نویسی اگه بخواد کسی بیاد تحقیق کنه، دیگه بخش های تلویزیون، تئاتر و بخش های اسلامی